این بار دوستان ما با شهر نو کابل آمدیم. اینجا یک دروازه خیلی مقبول و زیبا از اینجا تیر میشیدی آمدی به خاطر نه ما اینجا تیر میشیدم دم شاوناب کار داشتم دیگه همینجا دیدم نمای بسیار مقبول جو کرده بسیار یک منزل زیبا جو کرده خواستم یک تاکس بگیرم راغلو ډیر مزل مو تر څو د دې ننداره وکړو واقعیت ډیر ښایسته ډیر ښه ځای جوړ کړی تر څو خلک راسي دلته خپل تاسو ګورئ ډېر خلک راځي عکسونه وباسي دلته او ساعت تېروي خپل فکر په بله باندې اړوي خیلی اقدام نیکی است که تو همچون اقدام کردم که برای زیبایی شهر هم خیلی مفید است به نام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و این بار دوستان ما با شهر نو کابل آمدیم اینجا یک دروازه خیلی مقبول و زیبا از طرف شارواله کابل به خاطر از اینکه زیبایی های شهر نو را دوشن بسازند ساخته شده است و قسمی که میبینیم یک تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما هم آمدن اینجا تا عکس های یادگاری بگیرن و بر دوستایشان بفرستن و یک یادگار پیش خودشان بمونه میریم صحبت داشته باشیم با این هموطنان عزیز ما و همچنان نظرشان را در مورد این دروازه مقبول و زیبا پرسان میکنیم ما را همراهی کنید دوستان سلام خوب هستید سلام علیکم علیکم السلام بخیر هستین جان تشکر سلامت باشید نامک مقبول چی است نام اجمل اجمل جان امروز که همراه دوستا آمدی که اینجا دیدار بکنی و عکس بگیرید ما اجمل بریالای تخلص میکنم از مزار شریف آمدیم بنابر بعضی از کارهایی که در وزارت اقتصاد داشتیم به خاطر امروز رسیدیم اینجا را دوستای دارد که بیا که بریم تا جراسی مقبول جور است یا تیر میش دیدی خوشت آمد عکس ما افطاری را دمی شنواری داشتیم بسیار همراه دوستا باز از اینجا تیر شدیم خوش ما آمد یک عکس گرفتیم بسیار خوب میشنال یک نظرت را از خود داشته باشیم در مورد اینمی زیبایی‌هایی که شارواله کابل در اواخر چهارراهی‌ها را جور کرده و همچون جاهایی را جور کرده تا بتونه که زیبایی شهر را دوشن بسازه نظر خودت چی از این مورد خیلی اقدام نیکی است که تو همچون اقدام کردم که برای زیبایی شهر هم خیلی مفید است دیگه تشکر میکنم از شارواله کابل که همچون اقدام را کرده و خیر سلامت باشین گفتین از مزار شریف خودتون تشریف آوردین بله امروز آمدین از مزار بله امروز است در مزار هم همچون جاهای جور کردن یا تنها فوکسشون سر کابل هست نه در مزار هم همچون چیزا جور کردم خب بسیار خوب باز میرین دیگه حتما همراه دوستان اینا عکس اینا میگیرین دیگه اونجا بله بله یادگاری بله یا تنها خواستین کابل آمدین عکس بگیرین اینجا بر دوستای مزاری نه نشون ما خاص از مزار هستیم مزار هم خیلی کار کردن خب بسیار در سال نو خواهم مساله همو به خاطر میمانای گل سرخ میکردن خب فعلا گل سرخ نبوده اما ترتیباتش بودن بله بخیر سلامت باشی اگر کدام پیام حرفی گفتنی داشته باشی کاملا در خدمت سلامت باشین زنده باشین تشکر بخیر سلامت باشین تشکر از شما بخیر سلام خوب هستین سلام علیکم خوب هستین بخیر سلامت تشکر سلامت باشین نامک مقبول چی است اسم عابد آقا جان کمی نزدیک به چرا دور میگریزی کلی سلام از اینجا تیر میشیدی آمدی به خاطر ما اینجا تیر میشیدم دم شاوناب کار داشتم دیگه همینجا دیدم نمای بسیار مقبول جو کرده بسیار یک منزل زیبا جو کرده خواستم یک تاکس بگیرم اینجا ها بسیار خوب عکس هم گرفتیم از عکس هم گرفتیم ولی هم فعلا که دوستای آمدی یا تنها دوستا هم اینجا هستن تمام آمدیم فعلا ها بسیار خوب بسیار خوب گفتی آمدی کار داشتی روز اولت از اینجا آمدی یا بخیر قبل نمی‌تونیم شدیم ولی خیلی اولین بار است که جا می‌بینم اینجا اولین بار است می‌بینم حتما یک احساسی بر دست داد دیگه بسیار جای مقبول منظری بسیار زیبا جو کردن سپاسگزاری خاص می‌کنیم از شارواله کابل بسیار جای مقبول جو کردن بخیر و سلامت باشی اگر کدام پیام حرف گفتنی داشته باشی پیام خاص ندارم خب پیام دارم که ما شما در فضای سال صمیمیت با هم زندگی کنیم بخیر سلامت باشین خیلی ممنون تشکر خب دوستا نظر دوست ما را گرفتیم در مورد اینجا خیلی خوش هستند
تنها اینا نه، تمام کسایی که اینجا آمدن عکس یادگاری میگیرن با دوستاشون، همشون خوش هستن و لذت میبرن وقتی فضا رو میبینن اینقدر مقبول و زیبا جوشته. بیاین بریم صحبت‌های با اینا هم داشته باشیم، نظریات از اینا رو هم پرسان میکنیم در مورد دروازه مقبول و زیبا و دروازه رنگی. سلام، خوب هستید؟ علیکم سلام، شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. نامک مقبول چی هست؟ قربانت. زبید استانیزه. زبید جان، حتما این فضا رو آمدی دیدی، خیلی لذت میبری از اینجا دیگه. دقیقاً فضا خود بسیار مقبول است. در وطن ما اگرچه بسیار مشکلات است، مشکلات اقتصادی، حالتهای بسیار خراب است، باز این رقم چیزا را که میبینی یک ذره آدم خوش میشه. خوش میشه. امیدوار میشه. قربان. چند قطعه عکس گرفتید میشه؟ یک دو سه قطعه عکس گرفتیم، مگم یک دوش خوبش میاد. خود چند تا میگیره باز یگان تاش بدل آدم نباشه پاک میکنه. یک سال چی میکنی باز؟ یک سال دیگه یک خاطره میمونه برای یک وقت. دوستایت روان میکنی، خدا تیم میتی سرشان، چی میکنی؟ اینستاگرام پست میکنیم دیگه. دیگه به خاطر از این بعضی دوستا هستن زیاتر حال خارج از کشور به سر میبرن، یگان تا عکس میگیرن میگه سگ شهر ما چقدر مقبول شد. همینطور است والا. بسیار خوش هستیم دیگه. ما شما خب بیچاره مردم هستیم، در این چیزا باید خوش شویم، امیدواری نشان بدیم که یک کوچکترین چیز هم باشه آدم خوش شود. بسیار خوب است. بخیر و سلامت باشین. اگر کدام پیام حرف گفتنی بر دوستای داشته باشی، بر مردم داشته باشی، کاملا تشکر. پیام ما می است که امیدواری خود از دست نده مردم دیگه، ان شاء الله هر چیز خوب میشه. تشکر، سلامت باشین. قربانت. لذت ببرین بیشتر از فضا اینجا. خب دوستا، هر دوستی را وقتی پرسان میکنیم خیلی خوش هستن از اینکه وقتی میبینن شهر ما اینقدر مقبول و زیبا جوشته و بیشتر از دوستا هم اینجا نام خدا بیریوار خیلی زیاد شده رفت. دوستا آمدن عکس یادگاری میگیرن با دوستایشان، بر دوستایشان روان میکنن. بیاین صحبت بکنیم بیشتر با عزیزانی که اینجا هستن و نظرشون را در مورد دروازه پرسان میکنیم. سلام، خوب هستی؟ سلام، خودتان همچنان. بخیر و سلامت باشی. نامک مقبول توان بگو. محمد تقی ترکستانی. محمد تقی جان، تنها اومدی؟ بله. هر کسی رو میبینیم امروز دوستایش هست، نمیبرش عکس میگیره دوستایش، ولی خودت رقم تو جگرخون ساز هستی. چرا؟ جگرخون نیستم، خداوند جگرخون نکنه. بخیر بشه. نه بیشتر جگرخون دی، حالا که ابراهام سرت خوش شدی بسا. نه ما اصلا همیشه طبیعت من تیپ من میقسم. عکس هم گرفتی باز اینجا؟ بله. تنها خودت دیگه سلفی حتما گرفتی؟ البته یک دو سه تا دوستا بودن ولی رفتم طرفدار دیگه. برای تو عکس گرفتن باز رفتن؟ بله. دیگه والا نیمرا بودن. نه نیمرا نبودن ولی پس ما پشت از نمیرم. پس میاد تو میری پشت از وا دیگه. چطور از بنظر خودت دی فضا مقبول شده است نشده؟ ماشاءالله بسیار خوب است، بسیار یک فضایی که دلچسب است. زیاد خوشت آمد است دیگه. دوست داری که از این دروازه چند تا دیگه هم اینجا ساخته شود خودت بیای لذت ببری؟ نه، دوست دارم که مثلا در تمام افغانستان همین قسم یک فضا ایجاد شه. همین قسم فضا ایجاد شه، بیشتر بریم لذت ببریم از این. بله. بخیر سلامت باشی. کدام پیام اگر داشته باشی بر مردم؟ پیام ما بر مردم این است که با مثل این دروازه باید خود ما را دیبا بسازیم. باید همگی ما یک مشت، یک وحدت شده یک ملت شویم تا اینکه یک افغانستان آباد و همچنان پر از شادابی بدون فقیر نباشه، دیگه مشکلات رفع شده باشه. همگی این که است در یک پرچگی یک ملت بودن است. خداوند ما را ملت بسازه و مردم ما به خاطر کار ما را یاری بسازه. بس بخیر سلامت بشی. خیلی ممنون از این پیام مقبول و زیبایی. تشکر. خب دوستان عزیز، ما امروز آمدیم به شهر نو کابل، به این منطقه زیبا و مقبول و همچنان نظریات دوستا را پرسان کردیم در مورد دروازه مقبول و زیبا. ما را خوب بسیار زیاد خوشم آمد. برنامه خلاص شد، حتما چند عکس یادگاری هم میگیریم. شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین، گزینه زنگوله رو فشار بدین و این برنامه رو هم با دوستاتون شریک بسازین. اگر خوششان آمد بیاین اینجا، کمی ساعتشان هم تیر میشه، یک تفریح هم برشان میشه عکس یادگاری هم اینجا بگیرن. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار. سلام خدمت شما، خوب هستید صحتمند؟ تشکر، سلامت باشین. نامک مقبول چی است رفیق؟ اسم من کیهان است، کیهان محمدی. کیهان جان، با دوستایت آمدی یا تنها؟ بله با دوستان آمدیم، فیصل جان اجمل. خوب آمدی. چی میخوای؟ اصل هدفت از آمدن اینجا چیه؟ اصلا هدفم از آمدن اینجا بود، آمدیم از دروازه زیبا دیدن کنیم و آمدیم افطاری نوشیم کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب.
در بین می دوستا یک نفر حتما عکاس می باشه نه که هر جایی که میریم اون عکاس اگه دست میبریم که بر ما عکسای مقبول زیبا بگیره. عکاسشون خودت است یا کدام دوست دیگه است؟ از ما اصلا خودمون همه ما با یک دیگه عکاسی میکنیم ولی مشکل نداره هر کس که درست عکس میگیره فهمو عکاسی میکنه. میتونن عکسای مقبول بگیرن. خوب اجمل جان و فیصل جان میتونن. خب اونا میتونن خودت دیگه آمدی که عکس بگیری تانا. چطور از باز عکس هم گرفتی؟ بله عکس گرفتیم از این منظره زیبا هم دیدن کردیم و تشکر میکنیم از امارات اسلامی که همراه مردم واقعا کمک همکاری میکنن که بازسازی ها شروع شود ان شاءالله که کشور عزیز ما آباد شود. با خیر و سلامت باشی. خیلی ممنون از خودت. سلامت باشین. بخیر باشین. تشکر. سلام خوب هستی؟ مننه خیر بسی. نمک مقبول چی است رفیق؟ بخیر. نوم خو می علی رحمان ده او راغلو ډیر مزل مو تر څو د دې ننداره وکړو واقعیت ډیر ښایسته ډیر ښه ځای جوړ کړی تر څو خلک راسي دلته خپل تاسو ګورئ ډېر خلک راځي عکسونه وباسي دلته او ساعت تېروي خپل فکر په بله باندې اړوي او زه تاسو مې ولیدئ خپل راغلم چې ورغې دوی سره مصاحبه وکړم او ما تاسو نه مننه وکړم چې تاسو په میډیا کې غواړئ د میډیا له طرفه غواړي خلکو نورو خلکو ته چې کوم له دې څخه لرې دي هغوی ته دا ورسوي تر څو هغوی له دې څخه دیدن وکړي یو ډېره مالې واقعیت هر یو تاسو ګوري هر یو ځوان دلته ګوري ټول عکسونه اخلي ډېر یو ښایسته ځای جوړ کړی ده. خودت هم باز گرفتی عکس یا نه؟ او موږ خپل راغلو اول سر کې عکسونه واخیستل بیا مو چې تاسو ولیدئ مزرمون کردی؟ ولې نه دا به ملګرو ته لیږو هغه کوم چې له دې څخه بې برخې دي هغوی ته به یې لیږو ټولو ته به دا تو بر دوستایی که در خارج از برنامه روان کردی یا نه؟ هغوی ته خو به اول سر کې لیږو ځکه که بسیاری از دوستا هستن هم که جای مقبول را که میبینن نه پشتم دوستاش که دلش تنگ شده باشه باز عکسای جا میگیره میگه بیا باشه از خارج که وطن خودمون مقبول شه دعوت میگیریشون بیا یا بالکل ولې نه ملګری دي خپل تر زامن دي کورنۍ غړي ټول خارج کې دي هغوی ته به دا عکسونه لیږو د هغوی کله چې دا عکسونه ورولېږو نو ما خپله مسافري کړې ده نو دا عکسونه باندې د هغوی ډېره سخته تنده ماتېږي د وطن مینه یې ورباندې ماتېږي واقعیت داسې جان دی لا په وطن کې ډېر سي لا دې داسې پیشرفت وسي واقعیت دا یو پیشرفت ده نو د دولت څخه د ټولو هېواد له غړو څخه دا غوښتنه کوو هر یو باید دا کوښښ وکړي چې داسې ځای ودان کړي تر څو خلک راسي او خپل فکر پکې په بله واړوي. بخیر سلامت باشی. خیلی ممنون از خودت. خیر بخیر باشین. تشکر. او بل تاسو د پیام خو دغه لرمه زموږ ستاسو ټولو خوشحالي کامیابي ټولو په یووالي کې ده او تر څو سره یو اوسېږو او کولی شو دغسې خوشحاله اوسېږو همداسې جریان جوړ کړو خپل وطن آباد کړو او اخر کې بیا هم ستاسو له میډیا هدف میډیا نه مننه کوو چې تاسو غواړئ د میډیا له طرفه خلکو ته دا شو کوئ چې موږ خپل وطن کې الحمدلله داسې ښایسته ځایونه لرو ځوانان لرو او ټول دلته د خوشحالۍ احساس کوي داسې ځایونه جوړ کړي دي بیا هم مننه. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از خودت. تاسو نه بخیر باشین. تشکر.